بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و سلام بر پیامبر مصطفی. اما بعد، السلام علیکم بینندگان ارجمند. این سلسله برنامه رمضانی با نام لحظه با پیامبران است که تقدیم شما گرامیان می‌گردد. چرا برنامه با پیامبران؟ بدین خاطر که با آنان و با آن درس‌هایی که به اقوامشان دادند بیشتر آشنا شویم. با آن بزرگوارانی که تنها آنها با آسمان در تماس بودند و به حیث سفیران خداوند سوی مردم فرستاده شدند آشنایی بیشتر حاصل نماییم. پیامبران یک نوع تماسی با آسمان داشتند که وحی نام دارد. برنامه با پیامبران زیرا شناخت پیامبران مهمترین، اولاترین، واجبترین دانش است. زیرا آنها مهمترین و بزرگترین دانش که شناخت خداوند یگانه یعنی توحید است آن را به ما آموختند. درس توحید و خداشناسی که هر که آن را پذیرد و فهمد و فرا گیرد از اهل سعادت می‌گردد و هر که آن را نپذیرد و نداند از اهل شقاوت است. او تعالی در سوره النساء فرموده است: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ما به تو ای محمد صلی الله علیه و سلم وحی نمودیم آنگونه که به نوح علیه السلام و پیامبران بعد او وحی نمودیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگان پیامبری او و به عیسی و ایوب و هارون و سلیمان نیز وحی نمودیم و به داوود کتاب زبور دادیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان داستان نبوت و انبیا مثال زیبایی زده فرمودند: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. یعنی داستان من و داستان پیامبران پیشین همچون داستان مردی است که خانه به شکل زیبا و متناسب ساخته است. بنا را به صورت زیبا به اتمام رسانیده، ولی تنها در گوشه از دیوار آن جای یک خشت را خالی گذاشته است. پس چون مردم تماشای آن خانه آمدند و اطراف آن چرخ می‌زدند با تعجب می‌گفتند چرا که معمار این یک خشت را نگذاشته باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند پس همان خشت منم، من خاتمه پیامبرانم. همان خشت تکمیل کننده قصر نبوت ایشانند و ایشان آخرین فرستاده خداوند هستند. درود و پیام خداوند بر ایشان و بر بقیه انبیا و مرسلان. پس شناخت این بنا به طور مکمل و آشنا شدن با این قصر نبوت از دانش‌های اولی و ضروری برای هر فرد مسلمان است. بینندگان ارجمند، بشریت به نبوت خیلی سخت نیاز دارد. نیاز مردم به نبوت بیشتر از نیازشان به آب و نان است. نبوت هم نیاز بشری و هم لطف و رحمت خداوندی است. دوستان گرامی، اگر بشریت در عالم مادیات و تکنولوژی، در عالم کشفیات و اختراع باز هم به پیشرفت بیشتری رسد و باز هم تجهیزات عجیبتری اختراع کند، اگر انسان باز هم در فضا به مسافه های بلندتری رسد و در بحر و قعر زمین اگر باز هم عمیق‌تر فروتر رود، در هر صورت و هر حالت محتاج پیامبران باقی میماند. پیامبران چنان خدمت به بشریت کردند که آن را هیچ کسی دیگری کرده نمیتواند. هیچ فیلسوفی برجسته، هیچ اختراعگری دانای، هیچ متفکر و هیچ حکیم جای پیامبران را پر کرده نمیتواند. زیرا آن خصوصیت، آن علم و دانش، آن امکانیت، آن امتیازی را که خداوند به انبیا عطا کرده است دیگران آن را ندارند. نبوت کار کسبی نیست. این مقام را به جهد و زحمت به دست آورده نمی شود. نبوت انتخاب الهی و عطای خداوندی است. صاحب متن در علم توحید این نکته را ذکر کرده میگوید: ولم تکن نبوة مکتسبه ولو رقا فی الخیر اعلی عقبه بل ذاک فضل الله یؤتیه لمن یشاء جل الله واهب المنن. چرا برنامه با پیامبران؟ دوستانی عزیز، اگر از نگاه فلسفی نظر نماییم، بدین خاطر که در این هستی همه چیز از عرش تا فرش وظیفه خود را دارد. آفتاب برای روشنی بخشیدن عالم، باران برای رویانیدن گیاه و فراهم شدن آب، درخت و رستنی برای مهیا شدن غذا و هکذا. همه چیز وظیفه خاص خود را دارد و برای همه ما معلوم است. اما وظیفه موجود بزرگ این هستی که آدم است چیست؟ مگر از عقل و منطق است که در هستی همه چیز وظیفه خود را داشته باشد و مقصد معینی حذف شده باشد آن وظیفه خاص خود را اجرا نماید به جز انسان؟ مگر عقل میپذیرد که هم موجوداتی از انسان در مقام و در اهمیت پایانتر وظیفه ها داشته باشند
ولی از همه موجودی شریف و مهم و مکرم که نامش انسان است بدون هدف، بدون وظیفه آفریده شده باشد؟ البته نه. پیش از دین عقل سالم این را نمیپذیرد. الله ذوالجلال در سوره مؤمنون فرموده است: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریده ایم و به نزد ما برگردانیده نمیشوید؟ نه، چنین نیست. بلکه حتما این هستی موقتی کوتاه در پس خود حیات دیگری، هستی ابدی دیگری دارد. ما آدمان برای رفتن به آنجا اینجا آمده ایم، اینجا هست شده ایم، اینجا برای اجرای وظیفه معین آمده ایم. پس آن وظیفه را برای ما کی میفهماند؟ کی میتواند برای ما این راز را گشاید که برای چی آفریده شده ایم؟ البته تنها پیامبرانند که این دانش را دارند و برای ما از آنچه خدا از ما میخواهد خبر میدهند. بینندگان گرامی، پس آیا بار احساس کرده ایم که از چه نعمتی والای برخوردار هستیم؟ آیا احساس نموده ایم که چقدر از رحمت و عنایت و لطف خداوند برخوردار گشته ایم که از درس‌های مکتب رسالت شنیده ایم؟ آیا این نعمت را احساس کرده ایم که من و شما از شاگردان و پیروان پیامبر، بلکه از شاگردان و پیروان بزرگترین پیامبر هستیم؟ آیا بار به این لطف الهی که به ما نصیب گشته است توجه نموده ایم؟ بیایید به سخن این مرد حکیم زید بن عمرو که پیش از فرستاده شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه در جستجوی حقیقت بود و آن را پیدا کردن نمیتوانست گوش اندازیم تا دانیم این نعمتی که ما در آن قرار داریم و آنچه برای من و شما نصیب گشته است تا چه اندازه چیزی بغایت بزرگ و گرانبهاست. ابن هشام نقل کرده که زید بن عمرو می گفت: اللهم انی لو كنت اعلم ای الوجوه احب الیک عبدتک به ولکنی لا اعلم. یعنی می گفت پروردگارا، من اگر میدانستم که با کدام طرز، با کدام شیوه تو دوست داری پرستشت کنم، به همان طرز پرستشت میکردم. ولی افسوس که نمیدانم. بله افسوس که نمیدانست. زیرا تعلیمات و هدایت های رسالت های پیشین تحریف و تبدیل شده بود و حالا آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده بود. حالا پیامبری آخرین فرستاده نشده بود و برای بشر آنچه خدا از آنها میخواهد و چگونه میخواهد خبر نداده بود. اما من و شما از این نعمت الهی برخوردار گشته ایم و از دانشگاه بزرگ رسالت آخرین درس ها گرفته ایم. آن که شأن اوست یهدی من یرید، از رسالت حلقه گردی ما کشید، میگوید علامه اقبال. دوستان عزیز، باید کسانی ما را از خداوند خبر میدادند، ما را با او تعالی باید آشنا میساختند، زیرا عقل بشری به سوالهای بزرگ هستی، ما کی هستیم، از کجا آمده ایم، برای چی آمده ایم، کجا می رویم، جواب یافته نمیتواند. پس میان ما و خداوند سفیران یعنی پیام آوران باید می بود تا به این سوالهای ما جواب گویند و ما را از تحیرها بیرون سازند که فعلا چون این سفیران آمدند و به این سوالهای ما جواب گفته رفتند. او تعالی نخواسته بندگانش را در حیرانی و سرسانی فلسفه های زمینی و اندیشه های ساخته بشری تنها گذارد. خداوند عزوجل نخواسته بشریت به سوال خود که انسان از کجا پیدا شده است، مثلا از چارلز داروین، و به سوال ما باید چگونه زندگی کنیم از زیگموند فروید پرسد. خداوند نخواسته بندگانش طبق تعلیمات سارتر یا نیچه که وجود آفریدگار عالم را انکار می‌کردند زندگی کنند، بلکه او تعالی با لطف و رحمتش برای تعلیم بندگانش بزرگانی را انتخاب نموده فرستاده است که پیامبران نام دارند. باید آموزگاران آمده به ما آدمان یاد می‌دادند که خداوند چگونه ذات است و او را چه اوصافی است. باید آمده به ما یاد می‌دادند که خدا را چگونه عبادت کنیم، در کدام وقت‌ها عبادت کنیم، سوی او تعالی با کدام عمل‌ها تقرب جوییم و در این روزگار که میدان آزمایش و امتحان است چگونه عمر به سر بریم که فعلا این نوع اشخاص آمدند و رسالت‌های خود را به طور مکمل و احسن انجام داده رفتند. سلام و درود خداوند بر جمله آموزگاران بشریت، بر پیامبران الهی.